غیر از این امام مهربان که 1186 سال از غیبتش میگذره، از این دستوری که داده شیعیانم برای فرج من زیاد دعا کنید. آیا کسی غیر از او قرار انتقام سید الشهدا علیه السلام رو بگیره؟ امام باقر علیه السلام نفرمود و همه ما نشنیده این بارها وقتی سید الشهدا به شهادت رسید ملائکه به درگاه خدا زجه زدن، خدا این برگزیده توست، پسر پیغمبر دارن میکشن اینجور. در عرش نور امام 12 رو نشان داد، با این بزرگوار انتقام سید الشهدا رو خواهم گرفت. یعنی در روز عاشورا خدا کد رو به شیعیان داده، اگر دوست داری در انتقام سید الشهدا تعجیل بشه برا فرج این آقا دعا باید بکنی. آیا نگران هستم از اینکه چرا انتقام سید الشهدا عقب افتاده؟ آیا اذیت میشم و دوست دارم انتقام سید الشهدا زودتر گرفته بشه؟ دوست دارم انتقام زینب کبرا زودتر گرفته بشه؟ هیچ راهی نداره این تعجیل در انتقام غیر از این که او ظهور بکنه. اگر علاقم به سید الشهدا زیاده باید امام زمان علیه السلام بیاد و انتقام سید الشهدا رو بگیره. اگر دلم برای سید الشهدا تنگ شده، دوست دارم سید الشهدا رو ببینم، راه رجعت سید الشهدا مقدمش چیه؟ اومدن امام زمان علیه السلام. اگر براءت از دشمنان اهل بیت داری نمیشه اون چه که خدا در عذاب دشمنان اهل بیت وعده داده اتفاق بیفته مگر با آمدن امام زمان علیه السلام. نکنه مجلسی گرفته بشه در اون توجه و دعا برای فرج امام زمان علیه السلام نباشه.